سلام به همه. امروز می‌خوایم یه چالش خیلی جالب رو با هم بررسی کنیم. اینکه اگه فقط و فقط 2 هفته شکر رو بذاریم کنار، دقیقاً چه اتفاقی برای بدنمون میفته؟ این سوال اصلیه که می‌خوایم بهش جواب بدیم. فکرشو بکنین، فقط 14 روز تو این مدت کوتاه چه تحولی میتونه تو بدن و ذهن شما اتفاق بیفته. بیایید با هم ببینیم نتایجش چقدر میتونه شگفت‌انگیز باشه. خب، خودتون رو برای یه سری نتایج فوق‌العاده آماده کنین. اما یه نکته خیلی مهمم هست. دشمن واقعی فقط اون چیزی نیست که روی برچسب‌ها نوشته شکر. یه چیز خطرناکتر، خیلی موذیانه، درست جلوی چشممون پنهان شده. خب بزن بریم سراغ جزئیات. ببینیم تو این 2 هفته چه معجزه اتفاق میفته. اول از همه با فواید باور نکردنش شروع میکنیم. اولین تغییراتی که متوجه میشین دقیقاً تو ظاهر شماست. یعنی چی؟ یعنی التهاب تو بدن کم میشه و صورتتون از اون حالت گرد و پف کرده در میاد. پف زیر چشما غیبش میزنه، چربی شکم کم کم شروع به آب شدن میکنه و پوستتون به طرز چشمگیری شفافتر و سالمتر میشه. و اینجا جاییه که رابطتون با غذا کلاً از این رو به اون رو میشه. اون هوس‌های شدید برای شیرینی و کربوهیدرات یادتونه؟ تقریباً به 0 میرسن. دیگه از اون گرسنگی‌های دائمی و کلافه کننده خبری نیست و بعد از هر وعده غذا واقعاً حس سیری و رضایت دارین. این جمله به نظرم یکی از بهترین توصیف‌ها در مورد ترک شکره. شاید برای شما هم پیش اومده باشه که دچار مه مغزی بشین. همون حالتی که انگار نمیتونین درست تمرکز کنین. خیلی‌ها نمیدونن که دلیل اصلیش همین شکره. با حذف شکر انگاری مه از بین میره و یه وضوح ذهنی فوق‌العاده‌ای بهتون هدیه میده. تأثیرات روانیش حتی از این هم فراتره. فقط تصور کنین که حال و حوصلتون چقدر بهتر میشه. اگه با اضطراب یا افسردگی درگیر هستین، حس آرامش بیشتری رو تجربه میکنین. تمرکزتون تیزتر میشه و ذهنتون آرومتر. و اما برسیم به اتفاقاتی که داخل بدن میفته. تحولات بزرگی در راهه. ورم مچ پا که به خاطر جمع شدن مایعاته خیلی کمتر میشه. دردهای مزمن و التهاب به شدت پایین میاد. مشکلات گوارشی مثل نخف بهتر میشن. و بهترین قسمتش چیه؟ کیفیت خوابتون باور نکردنی بهتر میشه. خب همه اینا خیلی عالی به نظر میاد. ولی شاید با خودتون بگین من که سعی میکنم کمتر شکر بخورم، پس چرا هنوز این مشکلات رو دارم؟ جواب این سوال توی فریبیه که درست جلوی چشم ماست. وقتشه با این دشمن پنهان آشنا بشین. نشاسته‌های تصفیه شده، موادی مثل مالتودکسترین یا نشاسته ذرت اصلاح شده. اینا چیزایی هستن که روی برچسب به اسم شکر نمیان، اما توی بدن ما تأثیری حتی بدتر از خود شکر دارن. یه لحظه این جدولو ببینین. شاخص گلیسمی به ما میگه یه ماده چقدر سریع قند خونو میبره بالا. شاخص گلوکوز خالص یعنی خود شکر 100. شکر معمولی 65. حالا به مالتودکسترین نگاه کنین. بین 110 تا 136. این یعنی قند خون شما رو خیلی سریعتر و شدیدتر از خود شکر میبره بالا. واقعا عجیبه نه؟ خب، حالا وقتشه که این مقصرهای پنهان رو شناسایی کنیم. بیاین ببینیم این برچسب‌های بدون شکر چطوری دارن ما رو گول میزنن. یه مثال خیلی رایج، چیپس سیب زمینی. برچسبش رو نگاه میکنین و با خیال راحت میبینین نوشته 0 گرم شکر. به نظر عالی میاد، درسته؟ اما یه لحظه صبر کنین. حقیقت ماجرا اینه که اون 16 گرم کربوهیدراتی که تو این چیپسه و از همون نشازده‌های تصفیه شده میاد، تو بدن شما سریعاً تبدیل بشه به معادل 4 قاشق چایخوری شکر. پس اون 0 گرم روی برچسب در واقعیت اصلاً 0 نیست. و حالا بریم سراغ یه مثال تکون دهنده تر، غلات صبحانه، همون چیزی که خیلی از ما روزمون رو باهاش شروع می‌کنیم. بیایم با هم حساب کتاب کنیم. روی برچسب نوشته هر فنجان 4.5 قاشق چایخوری شکر داره. خب، اما وقتی شکر پنهانی که از نشاسته‌هایی مثل آرد برنج میاد رو بهش اضافه می‌کنیم، 5 قاشق دیگه هم بهش اضافه میشه. یعنی در عمل تأثیر واقعی شکر توی هر فنجان 9.5 قاشق چایخوریه. حالا بیاین رو راست باشیم. کی فقط یه فنجون میخوره آخه؟
یک کاسه صبحانه معمولی راحت 4 فنجون غلات توش جا میشه. میدونین یعنی چی؟ یعنی شما دارین روزتون رو با 36 قاشق چایخوری شکر شروع میکنین بدون اینکه حتی روحتون خبر داشته باشه. خب پس چاره چیه؟ راه حل اینه که یاد بگیریم فراتر از اون اعداد روی برچسب رو نگاه کنیم. یعنی مستقیم بریم سراغ لیست مواد تشکیل دهنده. فقط یه نگاه به این تفاوت بندازین. یه طرف لیست بلند و بالایی از مواد فراوری شده و شیمیایی رو داریم، برنج، شکر، شربت ذرت، طعم دهنده‌های مصنوعی. طرف دیگه چی؟ مواد غذایی واقعی و سالم. آجیل، دانه‌ها، شیرین کننده‌های طبیعی. انتخاب هوشمندانه یعنی انتخاب لیستی که موادش رو میشناسین و براتون آشناست. و در آخر این چالش رو برای شما دارم. حالا که این راز رو میدونین، دفعه بعدی که رفتین سراغ کابینت آشپزخونه‌تون، یه نگاه به لیست مواد تشکیل دهنده بندازین. ببینین چه شکرهای پنهانی اونجا کمین کردن. این آگاهی خودش اولین قدم برای تحول بزرگه.